سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اومدیم یه جای باحال تو استانبول تو قسمت آسیایی پولونسکوی منطقه لهستانیا میگن بهش. همینطوری که دارید میبینید اینجا یه آبراه بسیار کوچولو داره، آنچه‌های باحال داره. مردم میان اینجا واسه تفریح دیگه. زمین فوتبال داره، زمین والیبال داره. بعد منقل بهتون میدن، میتونید واسه خودتون جوجه درست بکنید، اشغال بکنید، تفریح بکنید. خیلی جای باحالیه. فقط مسافت زیاد طولانی رو باید رانندگی بکنید تا اینجا برسین. حتما همه چی با خودتون بیارید. اینجا هم همه چی هست. همینطور که دارید می‌بینید چوب موب و همه چی رو آماده می‌کنن براتون که اومدید اینجا میتونید آتیش به راه کنید و بزنید و برقصید و بهتره کنید. جای همگی هم خالی. سگای اونور بدتر بودن. اینا بی خیالن، بی بخارن. بریم. الان این جاده رو که رد کنیم تشکر. بله یه جاده خیلی خوشگل، سرسبز و باحالی. تمام تو زمستونه که این فیلم رو دارم براتون میگیرم، ولی تمام این درخت‌ها سبز میشن، خیلی خوشگل میشه. بعد همه جا هم آلاچیقه، این ور آلاچیق، اون ور آلاچیق، همه جا آلاچیقه با صفا.